سوم، آیا با زن خود در حمام خانه یک جایه غسل کردن درست است؟ البته سنت است. سنت است که باید در حمام مرد همراه زن خودش غسل کند. اون زن وظیفش همین است که بدن شوهر تازه میکند، میشود، پاکیزه میکند، بعد دعای شوهر میگیرد. این سنت است. خوش به حال همون زنهایی که پیش از آنه که مثال مرد اراده حمام دارد با همراهی همون شوهرش حمام می رود و مثال بدن شوهرش صابون میکند، بدن شوهر مثال پاکیزه میکند، تازه میکند. خوش به حال او زن. این سنت است. салом дӯстон, бисёри шумо аз простатит тақсим кашиде. марҳамат бародаро, ба шумо тавсия метавонам полноценный курс лечения барои простатит. иншаллоҳ ки ҳам мардонага баход мекунад, ҳамчунин желаниям хобагия хуб мекунад, ҳам барои гурда, меъда, қади рӯдуҳо беҳад эффективнай. трилибус масин, 2 дона равғани хилба, 1 та қисал ҳинди, 2 пачка фитосвеча. غیر از این شرکت شفافارما برای شما هیجامه بپول را پیشنهاد می‌نماید. کسانی که در شهر مسکو قرار دارد هم رفته هیجامه کنند، هم داروهای خود را دسترس نماید. مرحمت. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بچه‌ها خوبین تین؟ همه مردم تاجیک و ازبک ایازی گرانیت سر گذشته اومدگان ان شاء الله با هم خود طرف مسکو خویانش میکنین. نه بابا امید اینجا ان شاء الله با هم خود هم گذشتگی 100% به یگام دپورت به یگام پرابلم اومدگی هم ان شاء الله. نه باید یک کارو اومد ای گرانیت سا برای ان شاء الله از واجه هم اشکوی دویه چیزی که در نصیب باشه رو ندیدن نمیشه. بچه همه نمیو توجیکه همش کیا ریو، کارولا، مازدا، تایوتا، فورد، کیا، جیگوزی، کاروچ، ناوش، اینفینیتی. همه شاشورو گرانیسا هم. چهارم، آیا زن میتواند که مرغ یا دیگر حیوان را ذبح کند؟ میتواند. زن حقوق دارد که مثل مرد چگونه که مرغ از کدام حیوانی نباشد ذبح میکنیم کار در دست میگیرد، بسم الله الله اکبر میگوید، ذبح حیوان میکند. این جای منش نیست. پنجم، آیا زن سر مرد را تراشیدن ممکن است یا نه؟ تراشیدن البته درست است. یک جوان گفت که ما در کدام قشلاق که زندگی میکرده است، گفت وقتی همون زن من گفت وقتی سر ما تراشید، ملا گفت که الکی زن به تو چی شد؟ طلاق شد. این هم خیلی ملاها هم هستند. حالا که آخی را بگیم همش وظیفه زن غلط نیست. آخی وظیفهش هم که نباشد کردنش سنت است. همون تیغ گرفت یا همون لیزبر هم میگیرد مثال سری مرد هم میتراشد، چی جای گناه است؟ تراشیدن 100% درست است، باک که نداره بلکه ثواب میگیرد. یکم سوال. السلام علیکم، آیا ابورت جایز است؟ ابورت جایز است. ابورت کردن یعنی در زنها میگویند تا 4 ماهگی اگر زن خواهد که مثال همون شکم بدگی خچ تازه کند، حقوق دارد، اسلام هم رخصت میدهد که رفته تازه کند. لیکن 4 ماه که شد الکی جان در بدن این کودک در آورده می شود از روی آیت ها و احادیث های پیغمبر. این صورت در وقتی که وی ابورت میکند الکی همچه قاتل نفس به حساب می رود، یعنی همچه آدم کش به حساب می رود. برای تا 4 ماهگی اگر مثال خواهد همون زن یگان سبب های داشته باشد می تواند که ابورت کند، اینجا گناهگار نمی شود. دوم، یک داملا مهمانی آمده بود، گفت که با میکروفون گپ زدن حرام است. همون مهمانی خچه کند. ما به مهمان هم خودمان میدونیم شکر خدا که با میکروفون درست است یا نادرست است. فتوای مهمان ما در کار هم نیست. شکر خدا هم کتابی جمع کردیم داریم که دیگه نه با مهمان در کار مانه، نه مولوی و نه اولیا. شکر خدا همش حل است. الحال یگان کمبودی الحمدلله در بین داملاهای ما و شما نیست. همه مسئله جوابش مییابد. برای همین هر مهمان که آمد همون مهمانیش کند. دیگر میکروفون حرامه، دیگرش حرام است. این حرام حلالش هم خودشون حل میکنه. اگر میکروفون حرام باشد همون خانه همون ملا رفته بینه که همین گازی که میسوزیم که همین گاز هم حرام است. خب برای دوره پیغمبر در گاز نبود.
این چراغایی که خانه در شب در میتیم اینا حرام هستن. خب دوره پیغمبر در چراغ نبود. این جلک ها دوره پیغمبر در نبود، پوشیدنش حرام است. خب اون ماشین هایی که میشینن راحت کده رفته آمده هستن اینا هم حرام هستن. برای انمو ملایی که انمیره میگد حرام است، برای ما حلال است. چی جای حرامی دارد وقتی که صدای مرا اطرافی ها همه میشنوند؟ چی جای حرامی دارد؟ اینا همون ملاهای هستن که بیچاره تا حال چشم شورانک شدن. آن چیزی که در همو پیش دیدن کتاب قدیمینه همو را قپیده ایستادگیان، دیگر این پیشرفتی دنیا و زمانه به اینا هیچ دخالت نداره. همون ملا کار شکند برود، دیگر مهمانی شکند. سلام علیکم داملای عزیز. زنی اکه را گرفتن درست است در اسلام یا دادر؟ زنی اکه را بعد وفات اکه یا دادر درست است؟ اگر مثال وقتی که برادرت از دنیا میگذرد یا دادرت از دنیا میگذرد، یعنی علاقه زنی او برای تو بیگانه می شود. اسلام رخصت می دهد که چی زنی اکه باشد چی زنی دادر باشد در نکاح خود درآری. اینم به خاطر همون فرزندهایی که باقی مانده است. اگر فرزندم که نداشته باشد رخصت است که همون زن از اوی که در بدر می شود و دستی به زنا می زند و مثال شأن شرف همو اولاد می ریزاند، اگر همو برادر یا اکهی که باید در نکاح می دارد، این جایز است. این سخن خدا و پیغمبر است، درست است، یگان باکی ندارد. می نویسن که دیگر السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اینجا خیلی تعریفات کردن، تعریفات چه نمیخوانیم. من از شما یک خواهش احترام دارم که من در قشلاق کارز بالا ملا سلطانی میگویند در آنجا استقامت میکنم. من آدم‌های را میبینم که کارهای ناشایسته را میکنند و گپ‌های هرخیله میگویند. من باشم به آنها گفتم و میگویم که شما یک بار عقلا امر معروف را گوش کنید یا اینکه شنوید، بعد میفهمید که در دنیا چی گپ و خبر است. وایها باشند مرا سرزنش میکنند و ملاها را تحقیر کرده دشنام میدهند و میگویند که دنیا از دست ملاها جزیر شده است. از شما حاجی محترم خواهشی ضرور دارم که در حق این بدبخت ها چی گفتنی دارید؟ مرحمت با طور آشکارا پاسخ دهید. البته مثال سخن اینها هم از یک جهت حقیقت دارد. چه حقیقت دارد؟ در اصل همین مردمی که اعتقادشون از ملاها پریده است دیدن که بسیاری ملاها اصل نامشون ملا بوده است. اصل نامشون ملا بوده است، در اصل ملا نبوده. یعنی ملا باید که دائم خدمت بر اسلام کند و دائم دلسوز اسلام باشد. وقتی میبینن همین گپ‌هایی که ملا را به گفتش بکن به کردش نکن، اینا هم از دست همون بعضی ملاهایی که گفتن و نکردن ان همین مقاله ها پیدا شد. باید ملا هستی اصل ملا شو، حقیقت گفتن بگیر. اگر چنده که ملامت زیاده میشنوی، هزار اگر خط پرده پوش کنی، هزار اگر با چین دل همو کلان ها هم که کار کنی، همو روزی که اگر یا تبدلات شد اولین آدمی نابود میکن تا هستی. دیگر آفتاب به دامن پشانده نمیشد که کن من ملا نیستم گفته و حالت دخته پنهان کنی، اولین نفری میکشن تا هستی. برای همین چیکار کردن در کار؟ همین ملا میشه ملای اساسی شد. ملا نمیشه این مثال با سله و با کله و با جیلک و با منافقی مثال راه یافتن در بین مردم بسیار بسیار گناه کلان است. امروز تمام ملاها را از پشت مثال یک ملا یا دو ملا تحقیر میکنند. به خاطر چی است؟ به خاطر که همون ملا در اصل مثال ملا نیست، همون نام ملاگی دارد. شاید مسجد نمی رود، شاید که خیر خدایی شود بعد مثال مسجد ها رود. همون ملا مثال معرکه های می شود که اسلام او را رخصت نمی دهد. مردم اینا که می بینن اعتقادشون از ملا می پرند. لیکن اصل شما هیچ گام اعتقاد شما از پیشواها و ملاهای شما دور نشود. ملاها در بین شما برادرای عزیز مثل همین چراغی که روشنی میدهد مثل همین است.
و ملا البته به البته در نزد خدا هم قدر دارد، باید در نزد شما هم احترام داشته باشد. کسی که مثال دشنام میدهد اگر از جهت نافهمی باشد و یک سبکی دارد، لیکن کسی که اگر دیده و دانسته ملا را بد میبیند و مثال دشنام میدهد، این حالت اوی گناهگار میشود. من چیز دیگر نمیگم برای این. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اکای حاجی میرزا، پیش از همه به شما عمر دراز و وطن صحت و دل بیغم خواهان هستم. من خیلی فخر میکنم که در شهر کولاب باستانی زندگی میکنیم و این خیل حاجی را صاحب هستیم. من از شما یک خواهش دارم که به سوال من پاسخ گردانید. در کتاب قرآن گفته شده است که بعد نماز بامداد، یعنی بعد از فرض نماز بامداد، یگان نماز نیست. اگر بعد نماز بامداد نماز نفل یا یگان نماز دیگر خوانی، این درست است یا نه؟ خواهش دارم این سوال را پاسخ گردانید. با احترام، من یک مخلص امر معروف شما هستم. یعنی من اول همون آیت هم می نویساندین که در کدام جای قرآن گفته است که بعد نماز بامداد دیگر هیچ نماز نیست. خوبش این میشد، لیکن بعد نماز فرض بامداد خواندن نمازهای نافله جایز نیست. یعنی نمازهای سنت، نمازهای نافله را خواندنش در مذهب ابو حنیفه جایز نیست خواندن تا آفتاب برآمدن. آفتاب که برآمد، بعد نمازهای نافله را، یعنی نمازهای زیادتی را خواندنش از روی مذهب ابو حنیفه چی می شود؟ جایز می شود. یعنی بعد نماز فرض تا برآمدن آفتاب، اگر مثال شما اگر نماز قضایی خوانین با که نداره، نمازهای قضایی را خواندنش درست است، با که نداره. یا نماز جنازه باشد، با که نداره. یا سجده تلاوت برای 14 جای قرآن که سجده تلاوت دارد، اگر ادا کنه با که ندارد. فقط نماز نافله را، یعنی نمازهای زیادتی که در مثال شکر وضو میخوانین، تحیه مسجد میخوانین و دیگر مثال در حق پدر و مادر، اینها را بعد فرض دیگر اجازت نمیتن. یعنی همین بعد صبح که دمید فقط سنت و فرض هم بامداد خوانده میشود، خلاص. نمازهای نافله فقط تا دم صبح است. صبح که دمید اینها را دیگر خواندنشان از روی مذهب ابو حنیفه جایز نمیشود. السلام علیکم داملای عزیز. من شنیدم که نماز قضا شود فرض میخوانی، سنت نمیخوانی. درست است؟ البته نماز که قضا شد فقط همون فرضاش میخوانین و دیگر سنت نمیخوانین. یعنی فرضها قطعی نماز ویتر خوانده میشود و خلاص، دیگرهاش خوانده نمیشود. السلام علیکم بابای داملا، خواهش میکنم با این سوال من جواب درستتر جواب دهید. اگر پدر پسر را بگوید که به بازار رو، پسر بگوید که وقتی نماز شده است، من به نماز میروم، آیا این ناگپگیری میشود؟ البته مثال پدر و مادر پیش از آنه که مثال فرزند پای کار میگیرن، اگر فرزند گوید که مثال پدر وقتی نماز شد من باید که رفته اول نماز خوانم بعد از پای مثال سخن شما شوم، پدر گوید میلش بچم همراه بچه خود باید که به مسجد آمدن نماز خواند، این افضلتر و بهترتر است. لیکن اگر ضرور باشد پدر بیمار است یا دیگر مثال وقتی فرزند نماز خواند بعداً مثال شاید که یگان فلاکت و یگان بیماری پدر زیاد شود یا یگان تشویش باشد، این صورت فرزند سخن پدر مثال قبول میکند، به مسجد نمیاد و رفته از پای مثال همان بازاری پدرش میشود. لیکن اگر هیچ مثال کار نباشد، هیچ مثال تشویش نباشد، بیماری نباشد، باز بازم این پدر گوید که بگذار همون مسجد از پای مثال سخن من شو، اینجا هم از پای سخن پدر میشود لیکن گناهگار پدر است. دوم، الله اکبر چند معنا دارد؟ خیمون الله اکبر از همه معنای مثال ساده و عیانش همین است که خدا بزرگ است. الله اکبر این بزرگی را میدهد، خدا بزرگ است. از همه ساده و عادیش همین است. السلام علیکم داملای عزیز، بجای برابرم از نام یک مخلص شما. داملای عزیز و بجام برابرم از نام یک مخلص شما. یکم، بعد سنت پیشین تا انتظار جماعت
فرض نفل گذاریدن ممکن است یا نه؟ اگر گذاشت چی می شود؟ یعنی بهترش که نگذارد. مثلا سنت پیشین که خواندین، سنت همین است که تا فرض پیشین با ذکر مشغول شویم، مثل سبحان الله، الحمدلله، الله اکبر، با این مشغول شویم. این بهتر است، اینش نزدیکتر است با سنت. لیکن اگر دل شما قرار نگرفت و بعد یا اگر یگان مثال نمازهای قضایی را اگر خوانین، یعنی این گناه نآمده است در مسئله، لیکن اگر خواندینم نخواندنش بهتر، همون نخواندن بهتر است. همون ذکرها تو نکنین تا نماز فرض، بعد مثال فرض خواندن و سنتی پیشین خواندن، انا مرحمت تا عصر دیگر فرض داری نفل داری، اینش بهتر است. درباره تسبیحات گفتید، اما در تسبیحات نام اولا و نام محمد ذکر شده است. از این خاطر در روی مالیدن ممکن است یا نه؟ البته وقتی که اگر تسبیحایی که داریم، مثال بعضی آدم تسبیح میگیرن تسبیح میگرداند و بعد همون تسبیح ها را در روش میمالد، این گناهش اینش سنت نیست، این بدعت است. این مالیدن در رو معنی ندارد. چی در کار؟ مثال تسبیح را میگیری و در چهرت میشکی میمالی، یا اینکه مثال اون ختم خوجه میکنن، سنگ بسیار را میگیرن تسبیح میگردانن و بعد همون سنگا را میگیرن بوسه میکنن. این حرام است، سنگ بوسه کردن حرام است. حضرت عمر میگه وقتی که طواف خانه کعبه میکردن، همون سنگ حجر الاسود که حاجیا وقتی زیارت میرون و سر خدا مثال میدرارن، همون سنگ سیاه را بوسه میکنن. حضرت عمر میگه هم سنگ بوسه کردن و گفتن ای سنگ، گفتن به خدا قسم من دیدم که پیغمبر تو را بوسه کرد و الا من به تو احتیاجم ندارم و تو را بوسه هم نمیکنم. یعنی هیچگاه یکی قبر بوسه کردن، یکی سنگ بوسه کردن، اینا حرام هستند. اینا را نه در دیده هاتون بمالین نه بوسه شون کنین. تسبیح گردانی تمام کشالش کنی یا در همون پیشت بگذارش. سیوم مرد زن میگیرد و زن اولش مرده است، میگویند که در بالای قبرش برده آب ریزید. چی معنی دارد؟ آیا رواست؟ نه، دروغ است. اینا بیچاره چند کس ما را گفت. یا خیالش 1 سال حالا که عده پایستن از برای زن است. این حقوق شوهر بلندیش نشان میدهد که وقتی که اگر شوهر از دنیا گذشت، زن باید که 4 ماه و 10 روز انتظاری میکشد، بعد 4 ماه و 10 روز و شوهر میکند. لیکن برای مرد عده نیست. یعنی زنش که مرد حقوق دارد کدام روزی را که برای خودش انتخاب، اگر فرداش هم که زن بگیرد وای گناهگار نمی شود. اگر 3 روز پس هم که زن گیرد گناهگار نمی شود. 1 هفته پس هم که زن گیرد، 1 ساعت بعد هم که زن گیرد گناهگار نمی شود. یک آدم بیچاره گفت که 1 سال مرا گفتن در محله من که میستی پنجشنبگی زن تا تمام میکنی، بعد 1 سطیل است یا که ممکن یگان ماشین آب است، میبری در بالای قبر همون زنک میریزی، دلی او را ای دنیا خنک میکنی، بعد زن میگیری. باور کنی میرو همه آدمی با عقل نخواهی رو باور کنه. اینا باور کنی یک خنداور است، نخواه که مثال در بالای قبر دلی او را ای دنیا چی خنک میکنی دیگر. او کایها مردگی است بیچاره، او دیگر در او جسد اگر 1 سال پس بره او را خاک شیدگی است، او را گجاش دیگر خنک میکنی. اینا دروغ هستند، اینا را باور نکنی. برای مرد خدا اجازه داده است که یکی میخواهد زن گرفتن بگیرد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ما یک گروه به نماز جماعت خانی به کلاب می آمدیم. مرد قرآن خانه به ما چنین گفت که سگ ما و جای دیگر می جکیم. چی می شود بابای داملا؟ مرا با تمسخر کردن شما در حق همین خیل آدم چی می گویید؟ با سلام یک گروه مخلصان شما. یک قرآن خان بیچاره، بسیاری قرآن خانی هستند که رسول اکرم میگوید بسیاری قرآن خانی هستند که همون قرآن به اونها لعنت میگوید. اگه قرآن خانی دلیلی او را ندارد که تو را از نماز جماعت آمدن من میکنه.
برادرها از دوشنبه می آیند، از حصار می آیند، با امید ثواب می آیند که چند قدر راه زیاد طی کنیم و امر معروف گوش کنیم تا که در نامه اعمال ما خداوند ثواب بنویسد. خدا رحمت کند. محمد صاحب ایرانی را میگوید در سخن گفتن خطای جاهلان پیدا شود، تیر کج چون از کمان بیرون رود رسوا شود. همین آدم جاهل از سخن گفتنش الان شما میفهمید، همین سخنی که وای گفت این علامت جاهلی وای نشان میدهد، علامت بی‌عقلی و بی‌علمی همون آدم نشان میدهد که یک آدمی که سعی دارد، کوشش دارد که رفته در یک مسجد نماز جماعت خوانم، امر معروف گوش کنم، با این گونه مثال سخنهای قبیح پیش راه او را میگیرد. محمد صاحب ایرانی میگوید مخور صاحب، خدا رحمتش کند، کلیاتش نزد ما هست، مخور صاحب فریب فضل امامه زاهد. امامه زاهد گفته سله را میگن، میگد که از همه سله دارا فریب سله دارا نخور. میگد مخور صاحب فریب فضل، فضل گفته سله کلان میگن، مخور صاحب فریب فضل امامه زاهد که در گنبد بی مغزی صدا بسیار میپیچد. همین گنبد زبین میگه یک گنبد کلانه که درنش خالیه، ها بگو ده بار ها 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 میگن. همون کله همون آدمایی که این گونه سخنها را میگن و سله ها در تاری سرشن مثل گنبد همون خالی است، هیچ چی ندارن اونا. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک و رحمت الله و برکاته. اکای حاجی اول بخشید از شما در رضا بودن پدر و مادر یک چند سخنهای مبارک میگفتی. این سوال اولی من است. دوم، معلمانی که از خوانندگان یا اونیورسیته یا کالج از اگزامین یا زچات پول میگیرند، آیا برای مسلمان این حرام است یا نه؟ التماس اکای حاجی به سوال ما جواب پره میگفتید، دل ما قرار میگرفت. البته درباره پدر مادر ما کسیته ها داریم، برادر عزیز مراجعت کن، از همون کسیته ها به نهایت بهره زیاد میگیری. دو کسیته خاصه درباره احترام پدر مادر است. اگر مثال چیزی که خواهی از داخل اونها تو البته یافت میکنی. و سوالی که معلم ها چه از اونیورسیته باشد، چه از اینستیتوت باشد، چه از مکتب های میانه باشد، چه از کالج ها باشند، برای زکات و برای مثال بها گرفتن وقتی پول میگیرن، باور کن خیانتی در جمعیت کردگی هستند، به حد خیانتی کلان میکنن. برای دهنده در زمان ما گناه نیست، اگر چنده که رسول اکرم میگوید الراشی و المرتشی فی النار، کسی پاره میدهد و کسی پاره میگیرد، هر دو در آتش دوزخ هستند. امروز جزای پاره را دیدیم، با مثال با پاره بیچاره میخواند میآید. امروز باوری داریم که فرزند من مدینیستوت خوانده است، دکتر شده است، همه او مثال زکات ها و همه او بها با پول است. او از کجا مثال تجربه دکتری دارد؟ او از کجا مثال فرزند ما اترا نجات داده میتواند؟ برای چی نمیتواند؟ برای که وای معلمش خیانتکار بود، وای معلمش آموخته کرد که همین پول بده نخوان دیگر، خواندن تو حاجت هم نیست. آیا همین خیانت نیست؟ از این ده خیانتی کلان دیگر وجود ندارد. هر یک فرزند مثال هر یک پدر و مادر باوری دارد که فرزندش در فلان مدرسه یا مکتب میخواند، وقتی که وای با پول میخواند این معلوم است که عاقبت وای چی هست. و البته آدم دهنده در این زمان ما گناهکار نمی شود، زیرا اگر حاضر ما فرزندا مانده از جهت فرزندا ما پاره ندهیم و دیگر داخل نمیکنند. فرزند ما دیگر در او یونیورسیته یا که در مثال همون مدینیستوت خوانده نمیتوانند تا اگر پاره ندهیم. امروز پاره ما میدهیم، لیکن همون گیرنده ها گناهکار هستند، دهنده ها گناهکار نیستند. بسیار عملی زیشت است. شهر دوشنبه، بوربت 56 صنوبر. السلام علیکم داملای عزیز و محترم حاجی میرزا، اینا بر ما دادن. من با همراهی خواهرانم از دوشنبه آمدیم و امروز به دیدار شما رسیدیم.
ما در خردسالیمان از پدرمان جدا شدیم. پدرمان را ماشین زد و او مرد. مادرم که الحال جوان است و شوهر برآمد و از آن شکرانه میکنم که او بسیار آدم خوب است و امروز که من 14 ساله نماز میخوانم. از شما داملای عزیز التماس میکنم که مرا و خواهران مرا و پدر و مادر مرا دعا کنید. خدای مهربان این خواهر اسلامی را همراه همه خواهرها و پدر و مادرش خدایا مغفرت گناه بکنی و مراد و مطلب هاشون خدا حاصل کنی. آمین یا رب العالمین. یک سوال بود بسیار از ما خواهش سخت کرده بودن از دوشنبه. السلام علیکم داملای شیرین سخن. این سوال از نام یک خواهر شماست. التماس به سوال من جواب گویید. من برادرم را با نمازخوانی دعوت کردم. اگر من او را یاری رسانم ممکن است؟ سوال دیگر. از وفات پدرم 2 سال گذشت. آیا من به منزل پدرم روم ممکن است؟ چنانه که میگویند رفتن زن به منزل ممکن نیست. التماس به من جواب پر دید. با احترام خواهر عزیز شما. البته می توانید شما اون برادری که دارین یا پدری دارین شما نمازخوان کنین، در نماز یاردم کنین، این باکی نداره. این البته ثواب میگیرین. لیکن به سر منزل پدر مادر رفتن، اگر چنده که حدیث ها برای رفتن هم هست، مثلا سخن فقها هم برای اجازت هم رفتن هست، لیکن الحال عالم های بگیم آخر معاصر حاضره ما و شما اجازت ندادن که زنها به سر منزل ها روند یا به زیارت مزار ها روند. یعنی این ده اجازت ندادن. گفتن نرفتن زن برای منزل، برای دعا کردن، مثال برای اولاد اجدادش به قبرستان ها، این بهتر است. از این خاطر همون خواهری که مثال میخواهد در حق پدر و مادر دعا کند، افضل و بهتر همین است که در خاندان 2 رکعت نماز خوان در حق پدر و مادر ببخش. انشاءالله این بهتر است و این ثوابش زیادتر است. سلام داملای محترم، از شما خواهش و التماس میکنم با همین سوال من جواب گردانید. گویا که عمر خیام در جماعت مست بود و در دستش پیاله می، به ناگاه پیاله از دست او می افتد و می شکند. شخصان گرد و اطراف او را تماشا دارند. او باشد این شعر را می خواند: ابریق می مرا شکستی ربی، بر من در عیش را ببستی ربی، بر خاک زدی می نابی مرا، خاکم به دهن مگر تو مستی ربی. بعد خواندن این مصرع‌ها در روی او سیاهی پدید شده است. بعد خواندن دیگر شعر سیاهی در روی او ندیده شد. همانا ناپدید می شود که چنین بوده است: ناکرده گناه در این جهان کیست بگو، هر کس که گناه نکرد چون زیست بگو، من بد کنم و تو بد مکافات دهی، پس فرق میان من و تو چیست بگو. بعد از این جماعت و از واقعه روی داده او را اولیا خواندند. آیا این 8 مصرع شعر ضد دین هست یا نه؟ و واقعه با عمر خیام چنین بود یا نه؟ ما بین من و 1-2 شخص بحث شد. من در جواب گفتم که با واقعه روی داده شده باوری ندارم. بنابراین از شما یک بار دیگر التماس شعرها را با پررگی تحلیل کرده و واقعی که بحث می رود با پررگی شرح دهید. مخلص اشدی شما از دوشنبه اسرائیل. افسوس می خورم که از سبب راه دور در امر معروف شما اشتراک ندارم. به هر حال که از روی کسیته هایتان شما را نغز می شناسم و احترام می کنم. خدا نگهبانتان باشد. یعنی این واقعی که به عمر خیام گویا شده باشد که وقتی در دستش مثال پیاله می بود و وقتی که میخواست که همین می نوشد که همون می با همون ابریقش با همون ظرفی که داشت در زمین زد و شکست و به سوی پروردگار گفته: پروردگار تو ابریقی مرا شکستی، آیا تو مست هستی؟ این سخن در آخر حضرت عمر خیام گفته باشد. وقتی که این سخن گفت خداوند در حال میگه چهره عمر خیام سیاه کرد و بعد این باز چی گفت؟ ناکرده گناه در این جهان کیست بگو.
یعنی پروردگار کی است در دنیا که ناکرده مثال حیات برده است و گناه نکردگی هست؟ کی است میخواد گفته این وقت این 4 مثال را خون بعد این باز رویش سفید شد گویا؟ آیا همین واقعه اصل دارد؟ این دروغ است، باور کنید. منم باور ندارم، منم در یگان کتابم ندیدم، لیکن اکنون ادبگاه محبت ناز و شوخی بر نمیدارد. کسی نباشد، چه اولیاء باشد چه مثال همون دوستان خدا هم به درگاه خداوند این گونه ناز کرده و ای پروردگار تو مستی گفته، این ده هیچ کس قدرت نداره. این گونه معامله هم بر خدا کردن، این باور که این در عقل انسان جا نمیگیرد.